چیزی به ذهنم نرسید جز ایشون این نودل مرغ. خب به انم فقط من به ذهنم رسید که نودل مرغ با $1 درست کنم چون بقیه چیزا گرون بود. کار دیگه هم میشد کرد ولی من نودل مرغ درست کنم. نودل مرغ میخورید دلت نخواد من برم نودل مرغم درست کنم. لیتس گو. خب بچه‌ها مامانم من گفت که یه لیوان انقدی آب نیاز داریم و این قابلمه توش این آبو بریزیم تو نودل. خب طبق تحقیقات عجیبی که من کردم باید بذارم آب جوش بیاد. پس برم آب بذارم جوش بیاد. خداحافظ. در حال جوش اومدن آب غذای $1 ما. خب بچه‌ها آبمون به قل اومد و بریم نودل رو بندازیم توش. طبق بررسی‌های زیادم الان من اینو باید وا کنم. خب اینو در بیارم. این چاشنیشو باید آخر بذارم. نودل رو بندازم تو. این خاک ترش هم بریزم تو. خب بریم پودر هم بریزیم توش زیرش هم کم کنم. خب بچه‌ها من اونو ریختم ولی فکر کنم قراره مامانم جرم بگه. شما وضعیت گاز ما رو ببین. این شده وضعیت گاز ما. تا اونجا ریخته. اینم نودلمونه داره میپخه. بریم بپخه بعد بیای. خب بچه‌ها من برم تخم مرغم بذارم آب پس شه کناره این. 3 عدد تخم مرغم گذاشتم برم آب بریزم آب پس شه. خب ما اینو روشن کنیم. روشن نمیشه. روشن شد دیگه. خب بچه‌ها تخم مرغ اونم گذاشتیم آب پس شه. مامانم گفت نودل رو هم بزنم. چه نودل خوشگلیه. بچه‌ها نودلمون داره آماده میشه چون ما آیفون نداریم از ظرف آیفون استفاده میکنیم. خب بچه‌ها نودل ما آماده شد. بریم یه نمایی ازش به نشون بدم. مرسی که این ویدیو رو دیدی. لایک و ساب هم فراموش نکنید. بعضی وقتا میری تو لش میذاری تو زب یه سیری تو پک بعدش هم میری تو جمع بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست.